به تاریخ 15 آگوست سال 2021 طالبان بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست آوردند. در یک سوی داستان نیروها و حامیان بین المللی بود که به هر حال می‌خواستند به سرعت از افغانستان خارج شوند و در سوی دیگر زنان افغانستان که از نخستین لحظات ورود طالبان تا کنون در برابر آنان ایستاده‌اند، از خانه تا خیابان برای ابتدایی ترین و انسانی ترین حقوق خود و دیگر شهروندان افغانستان مبارزه می کنند. در برنامه امروز یکی از این زنان شجاع را با خود داریم، بانو مونسه مبارز. بسیار زیاد خوشحال هستم و افتخار می کنم که در این برنامه شما را با خود دارم. ممنون شما بانو فروتن. اولتر از همه می خواهیم که برخلاف کلیشه های ممکن بر شما بگویم که مانده نباشید و کماکان فعالیت های شما را از وطن مشاهده می کردیم و به شما می بالیدیم. خسته نباشین و امیدوار هستم که کمی با زندگی جدید یک وفق گرفته باشین. ممنون شما. بسیار سخت است که در یک محیط جدید، در یک کشور جدید هیچ انتظارش نداشتیم که مهاجر شویم، بی‌وطن شویم. توافق پیدا کردن با یک محیط جدید بسیار سخت است. قابل درک است. بانو مبارز، شروع بکنیم از اینجا که بعد از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در یک سو ما مردمی را داشتیم و نهادهای بین المللی و حامیان خارجی را داشتیم که در تلاش فرار از افغانستان بودند، خارج شدن از افغانستان. ولی همزمان با او در کنار دیگر ما زنانی را داشتیم مثل شما که اینا برخواستند. اگر از اینجا شروع بکنیم که شما در بطن این جریانات بودید، امی جنبش زنان در افغانستان چگونه شکل گرفت و به شکل خودجوش بود؟ از ابتدا شما در چه سطح فعال بودین و در کجا بودین؟ ممنون شما بانو فروتن. آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد شما هم میدانین که خلاف انتظار همه مردم افغانستان بود. من هم باعث یک شهروند افغانستان تحول سیاسی به گونه منفی که در افغانستان رقم خورد انتظارش نداشتم. به همون دلیل بسیار سخت و دشوار بود وضعیت و روزی که افغانستان به طالبان سپاریده شد یا تسلیم داده شد. مثل هزاران شهروند دیگری نگران، نارام، پر از اضطراب، پر از نگرانی و با روحیه شکسته و با یک زخمی تازه‌ای که آدم در بدنش احساس میکنه. این احساس من هم داشتم. جنبش زنها، البته من مطمئن هستم که سوال شما متوجه حرکت زنها و جنبش زنها در همین مقطعی از تاریخ است که 4 سال پیش آغاز شد و یک حرکت خودجوش شکل گرفت. خب به مو شکلی که من انتظار نداشتم، شما انتظار نداشتین، همه مردم افغانستان انتظاری همچون یک حالت را نداشت. خب طبیعی بود برای کسایی که مفهوم آزادی را میفهمیدن، در فضای آزاد زندگی کرده بودن و در فضای آزاد نفس کشیده بودن، زندگی سکوت کردن تحت حاکمیت یک گروه مستبد و ستمگر برشان سخت بود. و من درود میفرستم به تمام همسنگرایم، کسایی که از هرات تا بلخ تا کابل تا تخار تا بدخشان در جاده ها برآمدن و فریاد زدن. وقتی که طالبان در افغانستان آمدن، دوستای ما، البته من تجربه خودم میگم، دوستای زیادی پیام میدادیم به یکدیگر، تماس میگرفتیم، پرسان میکردیم که شما در چه وضعیت هستین. خب هر یک از دوستا این انگیزه را داشتن که اعتراض بکنن، به جاده برون. میگفتن، تکرار میکردن و از روحیهشان خوانده میشد. تماس میگرفتیم به یک دیگر خود، میگفتیم که چی کار باید بکنیم. خب طبیعی است که نظریات متفاوتی میباشه پیرامون شکل گرفتن یک جریان. کسایی میگفتن ممکن است، کسایی میگفتن ناممکن است، اما ممکن شد و ممکن بود. همی بود که از گفتمان‌های تلفنی رفتیم به طرف واتساپ گروپ ها و هماهنگی ها صورت گرفت. البته شاید گروپ های متعددی باشه. من از گروپی که حضور داشتم بیشتر
اونجا اوضاع رو میتونم که از اونجا بیشتر توضیح بدم. مصروف آمادگی ها، هماهنگی ها، شعارها چطور انتخاب شود، نمیدانم بنر باشه نباشه، چی وسایل داشته باشیم، ساوند سیستم چگونه باشه و داشته باشیم یا نداشته باشیم. همین بگو مگوهای پیرامون آمادگی جریان داشت. از هرات صدا بلند شد. توجه شدیم که زنانی در هرات به جاده رفتن و صدا بلند کردن و بسیار منظم شعار داشتن، بنر داشتن. بسیار شعارهای منظم مرتب با پیام‌های بسیار واضح میدادن. همین بود که تاریخ 3 سپتامبر یک جریان در کابل به جاده رفتن مقابل ارگ ریاست جمهوری و وزارت مالیه و به تاریخ 4 سپتامبر جریان دیگری به جاده رفتن که من خوشبختانه افتخار حضور در حرکت 4 سپتامبر داشتم و حرکت 4 سپتامبر هم به ترتیب یک حرکت قوی و بسیار منظم و منسجم بود. تصاویری که هست اونجا شما میبینین، شاید در رسانه ها باشه، شاید نه که حتما هست، مفلرهای برنگ چیز دارن، برنگ ماوی خشونت یا یک مفلر مشخصی دارن، یک نارنجی، بله، یک رنگ ماوی خشونت 8 مارچ، رنگی که در 8 مارچ استفاده میشه. دستگلی داشتن، ساوند سیستمی داشتن، همکارا تعداد زیادی بودن. از پل محمود خان حرکت کردن و مقصدشون چهارراه زنبق بود. در مقابل دروازه اداره امور که رسیدن، گروهی از طالبا ریختند و اطراف قطار اولی را محاصره کردند و تعدادی که از حلقه محاصرهشان به دور مانده بود اینا را پراگنده ساختن هر طرف و هر کسی 1-2 نفر از معترضین در هر گوشه از سرک کنار جاده ایستاد می شدن. 3-4 نفر از ملیشه‌های گروه طالب اسلحه به دست می آمدن و مقابلشان ایستاد می شدن تا اجازه نمی دادن که صحبت بکنن با یکدیگر. که من خودم هم از حلقه محاصره اول به دور ماندم، به فاصله 20 متر دورتر ماندم و اونجا 3-4 دختر معترضی بودن که صحبت داشتیم و چند تا ملیشه طالب آمدن. بسیار خوب مونسه جان، من حتما به جزئیات ازی که چون با شما صحبت میکنیم و همونطور که شما عرض کردین از شما میشنویم، از تجربه های شما، من بسیار به جزئیات کوچکی مسئله خواهم رفت و از صحبت های شما برمیآید که برخلاف بعضی انتقادهایی که هر از گاهی در بیرون گفته میشه، پس این جنبش ها بسیار جنبش های خودجوش و از بدن جامعه افغانستان بود که بلند شد. قطعاً که حرکت زنها یا جنبش اعتراضی زنها یک جنبش خودجوش برخواسته از بافت جامعه افغانستان، جامعه سنتی افغانستان و همه متعلق به نسل متوسط جامعه که هیچ یک از فرزندان رهبران سیاسی در کنار ما نبودن، هیچ سیاستمداری پشتی حرکت حضور نداشت و کدام کسی از تاجرین یا حضور فیزیکی یا حمایت دیگری از ما نداشتن. همه مردمایی بودند که فقط درس خوانده بودند، تحصیل کرده بودند، دیپلم داشتن، دانش داشتن، از قشر متوسط جامعه و از قشر تحصیل یافته جامعه بودند که صدا بلند کردند. هیچ سناریوی سیاسی پشت این مسئله وجود نداشت. یک حرکت کاملا خودجوش، مستقل، مردمی و بلند شده از بطن جامعه افغانستان بود. بسیار خوب. اگر بخوایم 3 نقطه قوت از این جریانات مبارزات مدنی زنان افغانستان و در 4 سال گذشته برجسته بکنیم، از نگاه شما و یا از تعریف شما این نقاط چه خواهند بود؟ خب طبیعی است که خود حرکت اعتراضی در نفس خود یک حرکت مثبت است و یک اقدامی مثبت است. بعد در کنارش استادگی ها، مقاومت ها و سازماندهی برنامه های اعتراضی و با او شرایط دشواری که در افغانستان بود و با او ملیشه هایی که ما مقابل میشتیم هر یکی دست به اسلحه داشتن
ایستادگی در برابرشان جرأت میخواست. اما اینمی انگیزه و شوری را که مردم ما داشتن و معترضین داشتن و دخترای معترض داشتن، خودی از یک پوینت مثبت بزرگ است. مسئله مهمتر از او است که تصویری را که قرار بود یا جهان یا کشورهای همسایه و منطقه یا حامیان طالبان از طالب و جهان ارائه بده، ما او تصویر برشان غلط ثابت کردیم. تصویری که گویا طالب یک طالب مدرن است، طالبی است که با تکنولوژی آشناست، طالبی است که با سیاست دیپلماسی آشناست. بنابراین این تصویر ما برای دنیا دوباره معرفی کردیم که نه، این طالب اونمو طالب دگمندش افراطی و بنیادگرایی هست که خلاف تمام موازین بشری و خلاف تمام توسعه و انکشاف و ترقی هست. و بحث مهمتر از همه ای است که بحث به رسمیت شناسی گروه طالب را این حرکت اعتراضی و اعتراض زنا و جنبش زنا به چالش کشیدن. ما شما میبینیم که در شروع چه کشورهای بر طالبان فرش سرخ پهن کردن و چه کشورهای آمادگی از این داشتن که نشست‌های متعددی را میزبانی بکنن. این صدای زنا بود و این حرکت زنا بود و این مبارزه و مقاومت زنا بود که ما بحث به رسمیت شناسی طالب را به چالش کشیدیم و کشورها متوجه شدند که با کی مقابل هستند، با گروهی که با جمعی از شهروندان او کشور تحت عنوان یعنی به نام جنسیتشان یا با در نظر داشت جنسیتشان از تمام بسترهای سیاسی و اجتماعی اونا را رانده. پس او کشوری که وزیر خارجهش یک زن است، کشوری که صدر اعظمش یک زن باشه، کشوری که در کابینش زنان بیشتر حضور داشته باشه، چگونه میتونه با یک گروه زن ستیز روابط داشته باشه و او رو به رسمیت بشناسه؟ ما هم تصویر طالب را که تصویر روشن فکری به طالب تراشیده بودن، این را هم اشتباه ثابت کردیم و طالب را هم بحث به رسمیت شناسی طالب هم به چالش رفت و به می ترتیب کشورهای متعدد متوجه شدند که در بحث روابط دیپلماتیکشان با طالبان بازنگری جدی داشته باشند. در جریان صحبت‌هایت مناسب فکرم رفت به روزایی که من در امریکا بودم و صدای شما را در یکی از نشستایی که برگزار کرده بودین از شبکه‌های اجتماعی شنیدم. یادم آمد میخوایم با صراحتی را بگویم که زنان مثل شما برای کسانی مثل من، اگر تنها از طرف خود بگویم، یک انگیزه مجدد برای ادامه دادن شدن و ما واقعا از دور شما را میدیدیم و به جسارت و شهامت شما میبالیدیم. کم احساساتی شدم. به هر صورت در ابتدا که این حرکات شروع شد، یعنی میخوایم احساسات خود بر شما بگویم. سال 2015 آگست طالبا افغانستان را گرفتن و خب گفتم همه در حال فرار و بیرون رفتن از افغانستان. خب یک گروه زنها آهسته آهسته شکل گرفتن، از هم روز اول به خیابان ها رفتن و این بسیار یک اتفاق جدید بود، بسیار یک اتفاق تازه بود. چرا؟ چون در بیرون یک دیدگاه ترسیم شده بود، متاسفانه، که همیشه در برابر دیدگاه ما شنیده بودم مخالفت های روی بود که چیزی که از آمریکا به افغانستان آورده برابری است، حقوق بشر است، عدالت اجتماعی است، تمامی مسائل است و زنان افغانستان و یا مردم افغانستان دیدگاه در مورد این مسائل ندارند. وقتی این اتفاق افتاد، من قشنگ به یاد دارم که چگونه شما می روایت را به یک شکل همونطور که شما تشریح کردین تغییر دادین و من به قدر تحت تاثیر قرار می گرفتم که واقعا در اون زمان من در یک رستوران کار میکردم، افتخار میکردم، میگفتم افغانستان هنوزم یک چیز برای امید داشتن برش مانده. در اون شب و روز این حرکت ها بسیار زیبا و بسیار خودجوش در جریان بودند و مردم از این حرکت ها حمایت میکردن. مرد و زن با این حرکت ها به شکل خودشان را پیوند میدادن، یک نقطه روشن در دل تاریکی. ولی کماکان این حرکت ها به یک شکل منشعب شد و یا به یک شکل شاخه به شاخه شد. چی فکر میکنین؟ چه چیز باعث شد که پسانتر یا برای یک مدت طولانی تر این حرکات زیاد با هم متحد نمانن؟ آیا قبول دارین که زیاد با هم متحد نماندن؟ خب یک اتحاد و انسجام در شکلیات است، یک اتحاد و انسجام در روایت است.
در بحث باورمندی و تعهد به روایت و به داعیه هیچ کس یعنی هیچ پراگندگی نیست. منظورم این است که گروه‌های متعدد با عناوین مختلف، با پرچم‌های مختلف، با لوگوهای مختلف، با هر نامی که مبارزه میکنن، باورمند به او داعیه و به او روایت دارن که او عبارت از کسب آزادی یا آوردن آزادی یا به دست آوردن آزادی مردم افغانستان و افغانستان است و ایجاد یک تحول سیاسی یا رقم زدن یک تحول سیاسی از مجرای اراده مردم است که و او مشارکت سیاسی هست. این باور کلی هست که همه گروه های متعدد و شاخه های متعددی که علیه طالب مبارزه میکنن به صورت کل به این داعیه و به این روایت باورمند هستند. میایم در شکلیات. خوب طبیعی است به مو ترتیبی که همه جریان ها در شکلیاتشان تفاوت های فکری، در شیوه های رهبری، در شیوه های مدیریت، تفاوت های فکری و تفاوت های سلیقوی است. و گاهی اوقات اینمی تفاوت‌ها سبب شده که گروه‌های متعددی شکل بگیره که خب هر کی از هر مسیری برای مبارزه علیه طالب حرکت کرده. این شکلیات خب خیلی هم تاثیرگذار نیست تا اندازه که بتونه یک داعیه را تضعیف بکنه یا داعیه را پراگنده بسازه و بی تاثیر هم نیست. طبیعی است که وقتی که قوت به چند محوریت تقسیم میشه، طبیعی است که هر محوریت در ساحه خود حرکت میکنه و وقتی که چند شاخه حرکت میکنه، شاید هر شاخه حرکت خود داشته باشه و در اون مسیر قدم برداره و در حرکت باشه و در حال تلاش باشه. اما اگر اینا مجموعاً یک جای حرکت بکنن، مطمئنن که زودتر، قویتر و سریعتر به هدف میرسن. تا این اندازه تاثیر در همین حد است، ولی تا اندازه نیست که جنبش زنان افغانستان و حرکت‌های خودجوش مردمی اینا تعهدشان فراموش بکنن، یا ای که ما اینقدر مصروف سلیقه ها و نزاکت های شخصی و یا خرد و کوچک در روند مدیریت برنامه ها و حرکت های اعتراضی داشته باشیم یا در روند مدیریت و رهبری مبارزه علیه طالب داشته باشیم که باز ما داعیه و تعهد خود فراموش کنیم. نه، به او شکل نیست. یعنی به شکلی که اگر بازتاب داده شده به او شکل نیست. من خودم یکی از کسایی هستم که همیشه نقد میکنم. نقدم به منظور آوردن یک اصلاحات است، متوجه ساختن همسنگرا هست و بیدارگری هست مهمترین مسئله. اما این به معنای از این نیست که ما داریم از مسیر دور میشیم یا خدا نخواسته با کدام فکر دیگه هستیم یا با کدام جنایی دیگه هستیم یا با کسی در تعامل هستیم یا با کسی در مذاکره هستیم یا سنگر فروختیم یا داعیه را فراموش کردیم. قطعا به این معنا نیست. از هر آدرسی ولو ضعیف ولو قوی حرکتی از آدرس زنا صورت میگیره، او حرکت در مسیر مبارزه علیه طالب، در مسیر مبارزه علیه استبداد و علیه دیکتاتوری حاکم در افغانستان است و این مبارزه هدفمند ادامه پیدا میکنه و در 4 سال هم شما دیدین که بدون وقفه و خستگی ناپذیر و نفس سوز زنا در تمام تریبیون‌های بین المللی و همچنان در داخل کشور به اشکال مختلف با وجود تمام محدودیت‌ها، تمام سرکوب، تمام استبدادی که جریان داره صدای خودم میکشن. کسی از آشپزخانه، کسی از خانه، کسی از تنورخانه، کسی از تکه و از هر جایی یک تلفن داره، یک ویدیو کلیپ ریکارد میکنه، صدای خود به جهان میرسانه. یعنی دنیای امروز دنیایی هست که ما از دورترین نقاط جهان میتونیم که صداهای دادخواهانه، صداهای اعتراضی را بشنویم. یعنی دنیای تکنولوژی هست و در دنیای تکنولوژی، در عصر تکنولوژی، من فکر میکنم که سرکوب و خشونت، بازداشت، شکنجه و همه این مواردی را که طالب به عنوان ابزار موفقیت خود حساب میکنه، من فکر میکنم که قطعا نتیجه بخش نبوده و نتیجه نداده. مونسا جان، یک مسئله بسیار مهم اشاره کردی و این تنها در جنبش‌های
مدنی ما در 20 سال گذشته نبوده، در حرکت‌های سیاسی ما دیده شده و یکی از عوامل عمده سقوط نظام 20 ساله‌ای بود که همه ما تحت حاکمیت همون نظام شاید به جاهای بسیار خوبی رسیدیم. اتحاد درست است که تشریح کردین به بسیار خوبی که در شکل امکان داره تفاوت‌های وجود داشته باشه، ولی در دیدگاه و در کلیات ارزش‌ها همه با هم یکی هستن. ما از شما می‌خوایم بشنویم که چرا به نظرتان تمام حرکت‌ها در افغانستان به بسیار زودی دسته میشن؟ دلیلی چند دستگی، اگر تنها در مورد جنبش‌های زنان نگوییم، در عموم دلیلی چند دستگی چی بوده میتونه؟ به دلیل پرسشم میپرسم که بعضی از همکاران بین‌المللی به این باور هستند، از خبرنگاران گرفته تا برخی فعالان مدنی، که حفظ اتحاد در 20 سال گذشته از عوامل اصلی ضعف در بخش‌های مختلف اجتماع بوده. چرا یک چیز ادامه پیدا نمیکنه؟ بر خودم هم یک سوال است، ولی دوست دارم دیدگاه شما را بدانم. به صورت کل در ادوار مختلف تاریخی اگر بررسی بکنیم، بحث پراگندگی را ما در هر مقطعی از تاریخ سیاسی افغانستان میتونیم که پیدا بکنیم. در هیچ بخشی از تاریخ افغانستان و کم از کم در امی مدت زمانی عمری که هر کدام ما و شما داریم، حداقل پیش چشمای ما دیدیم که در هیچ شرایط سیاسی و در هیچ حاکمیتی انسجام و یک دستگی موجود نبوده، یا کمتر موجود بوده، یا اینمی بس ضعیف بوده. یک بحثی هست که ما دلیلش بیشتر اینجا میبینم که افغانستان یک کشوری بوده که تجربه تطبیق پروسه های دموکراتیک را بسیار زیاد نداشته. تجربه انتقال قدرت از مجرای اراده مردم کم بوده. اراده مردم در تحول سیاسی در کشورشان کمتر دخیل بوده. افغانستان بیشتر کشوری بوده که بستر تطبیق نسخه های غرب و شرق بوده. بیشتر افغانستان کشوری هست که نقطه تقابل منافع کشورهای همسایه و منطقه و حتی ابرقدرت ها بوده. اینا همه در بحث بی‌ثباتی سیاسی، بی‌ثباتی امنیتی در افغانستان و حتی عدم انسجام و پراگندگی کتله‌های سیاسی به گونه مستقیم و غیر مستقیم نقش داشته. این یک مسئله هست که ما از گذشته های دور میتونیم که پیدا بکنیم، اما این به این معنا نیست که ما براحت بتیم که چنین چیزی بیس و بستر تاریخی داره و ناممکن است که اصلاح شود. اما نیاز به اصلاحات داریم، نیاز به تمرین داریم، نیاز به انسجام داریم. مهمتر از همه این است که نیاز داریم که از شکست های ما بیاموزیم، نیاز داریم که از تجارب ناکام ما بیاموزیم و ما را این شکست ها بیدار بسازه و این ناکامی ها ما را آگاه بسازه و ما متوجه شویم از هر نقطه‌ای که آغاز بکنیم جلوی ضرر از هر نقطه‌ای که بگیریم منفعت هست. چی فکر میکنین در 4 سال گذشته سیاستی که سیاستمداران افغانستان در خارج از افغانستان دنبال میکنن چقدر واقعا آموختن از گذشته است، آموختن از درس‌های تلخ و تکراری تاریخی که یاد کردین برای مردم است؟ چطور میبینین این مبارزه را؟ چطور میبینین این حلقاتی را که به وجود آمده؟ آیا واقعا اینا بالاخره دلشان میخواد که از تاریخ بیاموزن یا خیر؟ خب ما بسیار تماس نزدیک با رهبرهای سیاسی و با چهره‌های سیاسی ندارم که اینطور دیدگاهشان را از نزدیک با ما شریک ساخته باشن یا ما سوالی ازشان پرسیده باشم، اما به صورت کل از فضای عمومی میتونم که درک بکنم که دیر یا زود بیدار میشون یا بیدار شدن و متوجه هم شدن. اما این بیدار شدن ها و آگاه شدن ها ببره اینا رو به طرف یک انسجام گپ ناممکن نیست. میبینیم بله شاخه های متعدد، گروه های متعدد، احزاب مختلف، نمیدانم چتر سیاسی، شورای نجات، شورای نمیدانم با انواع مختلف با عناوین مختلف،
همه حضور دارن. اما یک چیز بسیار مهم و ارزشمند در آدرس ها برای ما از نظر ما هست و او بحثی است که در مبارزه با طالب یک تعهد مشترک وجود داره. درست است که ما به صورت ظاهری شاید پراگندگی را ببینیم، ولی ما در بحث باور به یک مبارزه هدفمند علیه یک گروه افراطی و تروریست یک دید مشترک داره همه این مردم. ولی یک چیز میخوایم که ما اضافه بکنم، با تمام پراگندگی ها و چالش هایی که در سطح سیاسیون، آدرس های مدنی، آدرس های سیاسی وجود داره، باز هم پراگندگی ما کمتر از پراگندگی طالب است. یعنی به این معنا که طالب بیشتر از تمام گروه های سیاسی پراگنده هست. طالب بیشتر از تمام جناح های سیاسی مخالفت های درونی دارن و تفاوت های دارن. بحث این است که پیشتر من تذکر دادم که ما روی یک هدف بزرگ و یک ارزش بزرگ در آدرس های مختلف هم که هستیم تفاهم داریم و بحث مبارزه علیه طالب است. ولی در داخل حاکمیت طالب چندین دستگی پیرامون امودایشان وجود داره، پیرامون امو روایت باورشان. شما ببینید در قندهار یک دیدگاه وجود داره و یک برداشت از دین است، در کابل برداشت دیگری از دین است. ملا یعقوب چیز دیگری فکر میکنه، آقای حقانی چیز دیگری فکر میکنه. حتی در روایت از قندهار فتوا صادر میشه که زن هیچ حقی نداره، آموزش ممنوع است. در کابل دیدگاه و تقابلی است که اجازه باید داده شود که دروازه مکاتب باز باشه. یعنی منظور می است این به این معنا تعبیر نشه که ما خدای ناخواسته بیایم کدام جنایی را براحت بتیم یا خوب بگوییم. همین سوال میخواستم بپرسم مانسا جان. بله. این نقاط تقابل و این تضادگویی ها و این کانفلیکت ها بین طالبا به مراتب بیشتر است، چون پیشترم گفتم اونا در روایتشان نسبت تفاهم نرسیدن. ما در بحث روایت ما انسجام داریم. بله، همونطور که گفتین، بله طالبان خب یک گروه، در ابتدای صحبت‌هایتان گفتین میخوایم از خودتان نقل قول بکنم که یک گروه تروریستی بودن که خب در 20 سال جنگیدن، افراد ملکی بیشماری را کشتن و شاهد از این هستیم که افغانستان چطور به دست اونا سقوط کرد. ولی در اینجا یک سوال دیگه ای که از مردم مطرح میشه، خب دلیلی داره که ما امروز اینجا هستیم. وقتی شما میگین که ما در یک نقطه مشترک علیه طالبان هستیم در بیرون، حتی با جریانات سیاسی که وجود داره، پس سوال برای مردم این است که چرا ما اینجا رسیدیم که امروز دوباره بدون از اینکه یک آسیب شناسی یا بازنگری بکنیم اتفاقاتی را که افتاد، دوباره باید در صف مشترک برای مبارزه استاد باشیم. یعنی منظورم این است که من میخوام شما را یک قدم عقب‌تر ببرم به این که چرا ما امروز اینجا هستیم، چرا شما امروز در کانادا هستین و چرا امروز من در امریکا هستم، چرا ما در وطن ما نیستیم و چی فکر میکنین این چقدر امیدوار کننده خواهد بود که لااقل صحبت‌های شما صحبت‌های بسیار مثبت است که بعد از 4 سال آیا فکر میکنین واقعا اینا یک برنامه جدی برای افغانستان دارند؟ قبل از اینکه به پاسخ سوال شما بپردازم، تاکید میکنم که طالب یک گروه تروریستی بود، هست و اگر اصلاحات به بار نبیاید و اصلاح نشوند باعث یک گروه تروریستی باقی خواهند ماند، مگر ای که تغییر و تحولی در فکر و اندیشه و نگرششون نسبت به جهان امروزی، نسبت به باورها و ارزش‌های امروزی به وجود بیاید. و در بحث سوال شما که بحث این که گفتین پراگندگی ها سبب شد که ما تا اینجا رسیدیم، بله مشکلات زیاد بود، تضادهای سیاسی، گفتمانهای بسیار متفاوت و آدرس های مختلف، احزاب مختلف و می ترتیب گروه های مختلف، هر کدام با تمام مشکلات و چالش هایی که داشتیم در افغانستان، او سببی از این شد که ما امروز به اینجا برسیم. البته این از لحاظ آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده، از لحاظ عامل اگر بررسی بکنیم که چی فاکتوری تاثیرگذار بوده، من بیشتر به 2 فاکتور تاکید میکنم. یک عامل داخلی هست، آنچه که من پیشتر به شما تذکر دادم، عدم انسجام، پراگندگی، منفعت طلبی، خودخواهی، امتیاز طلبی، اینا همه چیزایی بوده که بیشتر جامعه سیاسی ما رو مصروف ساخته و ما دنبال ملت سازی نرفتیم، ما دنبال ذهنیت سازی هم تا نرفتیم و حتی
بیشتر توجه به این نکردیم که از اینکه افراد قدرتمند باشه بیشتر نهادها را ما قدرتمند بسازیم که باز 3 نفر نتونه ما را به هر کس بفروشه. اما در بحث بیرونی فراموش نکنیم که مهمترین عامل و فاکتور تاثیرگذار برای آوردن یک گروه تروریستی مثل طالب در افغانستان بیشتر عوامل بیرونی بوده و این عوامل بیرونی بیشتر تاثیرگذار بوده، بیشتر نقش آفرین بوده. پس بانو مبارز در کل گفتم میتونیم که پس از 20 سال حضور جامعه جهانی در افغانستان و یک فرصت تاریخی و طلایی ما شکست خوردیم؟ در جاهای شکست خوردیم و در جاهای معامله شدیم، در جاهای فروخته شدیم و در جاهای دیگری تصمیم گرفته شد که در افغانستان چی رویدادی رقم بخوره. ولی با تمام این مسائل و این مواردی که من ذکر کردم، ما برای ایستادگی و مقاومت در برابر فاکتورهایی که از بیرون تاثیرگذار هستند که در افغانستان چی تحولی صورت بگیره، ما نیاز به یک جامعه بیدار، آگاه، منسجم، یک پارچه، چی جامعه سیاسی افغانستان، چی مردم افغانستان، مردم عام افغانستان ما نیاز داریم. شما اگر تاریخ جهان به مرور بکنیم میبینیم که همیشه در کشورها تحولات طوری رقم خورده که یک سیاست مداری که منافعش بوده از هر طریقی ولو کشتن و ریختن خون انسانها خواسته که منافع خود به دست بیاره، اما ملت‌های بیدار، ملت‌های آگاه استاد شدن، مقاومت کردن، مبارزه کردن، اجازه ندادن. به هر صورتش افغانستان به عنوان یک کشوری که قلب رقابت‌های جهانی و منطقوی در اونجا میتپه بدور از تاثیرگذاری سیاست‌های بیرونی بوده نمیتونه. اما مهمترین مسئله ای است که رهبران سیاسی ما و بخصوص کسانی که در رأس قدرت بودن این خرد و شعور سیاسی را می داشتن که مردم را آگاه می ساختن، بسیج می ساختن و آماده همچو یک روزی می بود چی مردم در چی نظام افغانستان و اردوی افغانستان و همچی مردمی ملکی افغانستان به هر صورتی این آمادگی باید وجود می داشت. اما متاسفانه وضعیت طوری رقم خورده بود که یک وابستگی خیلی خطرناکه که من میتونم را از نوع وابستگی نامتقابل نامتقارن بر شما توضیح بتم یا بیان بکنم به وجود آمده بود. از سیاسیون تا کسانی که تا چهره هایی که در رأس قدرت بودن، حتی تا افکار عامه، یک وابستگی به وجود آمده بود که گویا فلان کشور اگر از افغانستان بیرون شود و نباشه او آخرین روزی است که افغانستان یا مردم افغانستان زندگی میکنه و نفس میکشه. اما ما بیشتر متوجه از این نبودیم که در روزگاری که ما شرق و غربی را در داخل افغانستان نداشته باشیم، خود ما، ملت ما، مردم ما، اردوی ما، پلیس ما چی تدابیر داشته باشند. من فکر میکنم آسیب هایی که در این بستر وجود داشت کمتر برش پرداخته شده بود و کمتر توجه صورت گرفته بود. به هر صورتش آنچه که در افغانستان رقم خورد واقعا تلخ و تراجید است و واقعا عاملین این تحول و این رویداد خونین و تاریک نابخشودنی است. درست. مرسا جان 2 سوال دیگه در مورد جنبش های زنان میکنیم و من بعد دوست دارم که به داستان شخصی شما بپردازم. ما پیش از اینکه به برنامه بیایم با تعدادی از زنان معترض و دخترانی که مستقل هستند در جنبش ها یعنی به شکل رضاکار کار میکنن صحبت کردم. یکی از سوالات اصلی و اساسی که چند بعد از جنبش ها به میان آمد تاثیرپذیری و یا به یک شکل نفوذ بعضی از چهره‌های سیاسی در این جنبش ها بود که کماکان گزارش های به عنوان یک ژورنالیست به من هم می رسید. این تجربه ها برای شما چگونه بوده است و شما چه چشم دید و یا روی کرده در این قسمت دارین، در حالی که بعضی از دختران به این باور بودن که حتی هر از گاهی از طرف بعضی از چهره های سیاسی در بدل پول ازشان خواسته میشده که یک اقدام و یک کار بکنن. اول ما میخوایم میره به این شکل بحث بکنیم که پولی شدن اعتراض و یا به یک شکل نام پول را گذاشتن بالای یک روند خودجوشی که تا کنون در موردش صحبت کردیم چقدر میتونه در کل تمام این روند را به یک شکل زیر تاثیر و یا آسیب بزنه؟ مونسا جان،
در بحث پولی شدن اعتراضات خیلی موافق نیستم. میتونم بگم که هیچ موافق نیستم. یعنی از این حرکت های اعتراضی و جنبش زنا به هیچ عنوان حمایت مالی و سیاسی از هیچ آدرسی صورت نگرفته و یعنی هیچ کس برای جنبش های اعتراضی کدام بودجه خاصی از کدام طرف اختصاص داده نشده که او بودجه هزینه شوه و یک حرکت اعتراضی شکل بگیره. تاکید میکنم که حرکت خودجوش بود. اما در بحث پراگندگی و انشعاباتی که صورت گرفت، بله، او تعداد چهره های سیاسی که امروز باز میبینن که بازار سیاستشان دیگه مشتری نداره و گرم نیست و حالی باز لباس مدنی پوشیدن و چهره عوض کردن و پالیسی کاریشان تغییر دادن، آمدن در سطح نهادهای مدنی، جنبش های مدنی، بله، یعنی تاثیرگذاری به نوع منفی بوده. اما کسانی که از ابتدا این حرکت و این رویداد را رقم زدن و اونمو بحث مستقل بودن، خودجوش بودن حتمی است و ما تلاش ما برای ازی است که اینمی حرکت به عنوان یک حرکت اجتماعی مدنی مستقل و خودجوش باقی بمانه. به مو دلیل است که به طرف سازمانی شدن، تشکیلاتی شدن به این شکل یعنی هیچ کس موافق نیست، چون حرکت های خودجوش اگر سازمانی و تشکیلاتی شود باز کیفیتشان از بین میره. اما به هر صورتش ما در این قسمت موضوع موافق هستم. تعدادی از چهره‌های سیاسی با استفاده از شرایط موجود که حرکت‌های مدنی بیشتر یک تریبیونی داره، یک ارزشی داره، یک خریداری داره، اونا جامعه عوض کردن و آمدن، اینا تاثیراتشان منفی هست. با یک شکل پس مبارزه شما، اگر اشتباه نکنم چون کماکان ما در جریان این مبارزات یک شکل میگرفت، از نزدیک کارها را دنبال میکردیم، پس آیا گفتم میتونیم که در کنار از این که در روز شب و روز هم شما برای مبارزه با طالبان به یک شکل پلان و برنامه میریختین، از یک طرف باید از امی صحت و سلامتی حرکت ها مواظبت میکردین؟ بدون شک نه تنها ما، تمام اکثریت همسنگرهای ما که آگاهانه به روند مبارزه پیوستن و این مبارزه را از بنیانگذارایش بودن، اونا هیچ کدامش موافق به این نیستن که دستاندازی های صورت بگیره، چهره های سیاسی و غیر سیاسی بنابر اهداف شخصی در این حرکت ها دخیل شوند. تلاش از هر جهت و از هر بابتی صورت میگیره. یک نقطه را میخوایم اضافه بکنم که درست است که مبارزه سیاسی، مبارزه نظامی، مبارزه مدنی، امین اکنون که پیرامون وضعیت افغانستان و مردم افغانستان جریان داره، همه یک هدف دنبال میکنن و او رسیدن به آزادی هست، یعنی به دست آوردن آزادی در افغانستان است. اما فراموش نکنیم که بین این سه فاز مبارزاتی تفاوت‌هایی هم هست، این ظرافت‌هایی هم هست که اونا باید در نظر گرفته شود. از این بابت کسایی که باور دارن و فکرن و عقیدتن به این روند مبارزاتی آمدن بسیار تلاش میکنن که این روند از انحصار افراد بیرون شود یا ای که در انحصار افراد قرار نگیره. یعنی تا هنوز ما تا این اندازه اجازه ندادیم که کسی بیاید در انحصارش بگیره، ولی ما تلاش میکنیم که اگر چهره هایی که میخواین مصادره بکنن در انحصارشان بگیرن، چهره های سیاسی و چهره های آزموده شده، تلاش به این صورت بگیره که حرکت مستقل و خودجوش باقی بمانه. اما این مداخلات هم من نمیگم که نیست، هست، ولی در کنارش تلاش‌ها و توجه هم برای نجات و برای مسئولیت این روند جریان داره. بسیار خوب. مونسا جان، امو کرتی تاریخی را پوشیدی که من برای اولین بار شما را با همین رنگ شناختم. اگر اشتباه نکنم شاید در روبروی قماندانی امنیه کابل بود که شما به طرف یک طالبی که تفنگ به دستش است یک اشاره میکنین. بسیار یک عکس قدرتمند، یک عکسی که از اون لحظات نخستی که نشر شد به شکل بسیار گسترده در همه جا پیدا کرد، دیده میشد، هر کس در موردش گپ میزد. ما فقط میخوایم در مورد امی لحظات گپ بزنیم. اون لحظه ای که شما امی حرکت را، من میدانم یک حرکت ناخودآگاه بوده، قرار گرفتن در برابر یک طالبی که
یک نگاه پایین تر از جنس دوم به یک زن داره و یک تفنگ هم در دستش هست و هیچ کسی از اون نمیپرسه که اگر شما را همونجا به یک شکل یک فایر بکنه و جان شما را بگیره، چطور لحظات بود؟ چی میگفتین اونجا به ای؟ میخوایم فقط دمی صحنه باشیم و آهسته آهسته بریم به ای که این جنبش یا این حرکت امروز چطور آغاز شد. بله، تظاهراتی بود که به مناسبت 1 سالگی حضور طالب در افغانستان او تظاهرات ما رو اندازی کرده بودیم. یعنی تقریبا تمام گروه های اعتراضی و تیم های دادخواهی در او تظاهرات مشارکت داشتن و یک کاری ائتلافی صورت گرفته بود. ما حرکت کردیم از گلبار سنتر به طرف چهارراه صدارت و از امی فاصله که از گلبار سنتر حرکت کردیم طرف چهارراه صدارت یک چند قدم پیش نرفته بودیم که تعداد زیادی از ملیشه‌های طالب از کنار گلبار سنتر که اونجا کدام اداره ریاست امنیتی ملی هست فکر میکنم یا ریاست استخبارات طالبا بیرون شدن و تلاش کردن که ما را داخل محوطه ببرن که باز همه دخترها مقاومت کردن و در جاده حرکت کردن. تعداد زیادی از خبرنگارا آمده بود. وقتی که ما حرکت کرده بودیم و قدم میزدیم که به نقطه آخری که تعیین شده بود چهارراه صدارت که اونجا برسیم و اعلامیه را بخوانیم، وقتی که ما در حرکت بودیم تعداد زیادی از ملیشه‌های طالب از 4 طرف ما آمدن و خواستن که کنترل بکنن همکارا را تا سر صدا نشه، صدایتان بلند نکنین و اجازه ندن که ما شعار بتیم و خبرنگارا را تهدید کردن، چند تایی را دتکوب کردن، چند تایی را کامرهشان شکستاندن. یکی از اعضای طالبا هست و تصویر میبینین که لباس ملکی هم داره، بسیار نزدیک به طرف ما میآید و اجازه نمیده، گویا که به می شکلی که دستای خود میگرفت شاید در تصویر نیامده باشه، به می شکل مانع میشد که ما پیش نرویم. اما تعداد زیاد بود، احساسات بسیار انگیزه و شوری که داشتن همکارای ما در حرکت بودن دیگه. او هشدارایی که عضو طالب برای ما میداد کسی به او توجه نمیکرد. امی بود که با ما بسیار نزدیک شد، چون در خط اول بودم و پیشتر از همگی بودم. به من نزدیک شد که گویا اول مرا اجازه نده که ما پیش برم، تا اینکه باز ما به طرفش دست خود بلند کردم و گفتم که اثری رای ما کنار برو، زیر این کسی به هشدارای تو توقف نمیکنه ولی زیر دست و پای میشی و فوش میداد، چیزای بسیار زشت میگفت. خب در این زمان که دیالوگ میکردیم و ما هم چیزایی میگفتیم که شما مانع مردم شده نمیتونین، شما مانع حرکت مردم، ایستادگی مردم و مانع از شده نمیتونین که کس صدای خود بلند نکنه. به این ترتیب در یک حالت دیالوگ و صحبت یکی از خبرنگارای خارجی تصویر مرا گرفته بودن و مو تصویر بود که زیاد بسیار یک صحنه قدرتمند و بی‌نظیر. به عنوان یک زن و یک بازمانده جنگ، طبیعتاً بار اول نبود که طالبان را از نزدیک می ولی بار اولی که طالبان را از نزدیک دیدی چه احساسی داشتی؟ ما بار اول که طالبا در افغانستان آمده بودن، من شاگرد مکتب بودم، دوره ابتداییه بود و من در ولسوالی چابی ولایت تخار زندگی می کردم که یادتان باشه طالب از دریای کوکچه به او طرف نتانسته بود عبور بکنه. یعنی ولسوالی چاب، ینگ قلعه و خواجه بهاءالدین اینا در تصرف دولت وقت یا حکومت وقت بوده. به او خاطر در او زمان ما دروازه مکاتب ما بسته نشد، ما به درس ما ادامه دادیم و طالب به شکل فیزیکی و زنده ما ندیده بودم، اما خبرهایش که رادیو بی بی سی نشر میکرد، بخصوص او خبری را که امو روزی که بوتای بامیان منفجر کردن، او را من یادم میآید که از طریق رادیو بی بی سی شنیدم. اما اتفاقات تلخی که صورت می گرفت در بخش‌های مختلف افغانستان ما از طریق رادیو بی بی سی وقت میشنیدیم.
بار دوم بعد از 15 آگوست 2021 روزی که کابل سقوط کرد یا طالب به کابل آمد که من بیشتر به بحث سقوط روایت سقوط باورمند نیستم که من سقوط بگویم، اما طبق عادت من گاهی تکرار میکنم. وقتی بود که من وزارت مالیه رفته بودم، گرچند من مریض بودم، در استراحت منزل بودم، به خاطر یک مسئله مجبور بودم که باید وزارت مالیه برم. وقتی که در سن وزارت مالیه بودم، دریور ما آمد برای من گفت که امی برادرها آمدن بیاین که شما را برسانم. برشان گفتم نه جدی؟ به اونا گفتن که بله. خب پس به موتر شیشتیم و به طرف خانه آمدیم که بالاخره از ازدحام زیادم موتر نتانست که مرا تا خانه برسانه. در نیمه راه دریور پایین شد، نمبر پلیتای موتر دولتی بود، اونا را گرفت و بعد از نیمه راه اعضای خانواده ما آمدن. چون ما مریض بودم و به تنهایی نمیتونستم که حرکت بکنم به طرف خانه برم. اونا از نیمه راه آمدن، مرا تحویل گرفتن و رفتیم خانه. ولی از مسیری که رفتیم تا خانه ما هیچ طالبی را ندیدم، اما نگرانی و وحشت مردم، فرار مردم، سر صدا. به طور مثال چند نفر سر موتر ما صدا کرد که نمبر پلیت دولتی کشته میشی، نمبر پلیت شما از موتر باز کنین بگیرین، که باز دریور در یک جای توقف داد و نمبر پلیت باز کرد. در دو نمبر پلیت موتر به من داد و من داخل اسکاولم گذاشتم. خب بعد از او 2 روز بعد بود. 2 روز بعد بود که من از خانه بیرون شدم، با مادرم میرفتیم خانه یکی از اقارب ما. مونسا پیش از اینکه بری بعد 2 روز بعد، خب طبیعتاً به خانه رسیدی، اگه بخوای امو روزه یک نام بانی، امو روزی را که گفتی هر کس از روز یک تصویر ذهنی در ذهن خود داره، روزی که بر بار دوم طالبا افغانستان در دست گرفتن، اگر بخوای او را در یک کلمه یک تعریف بکنی بر مایی که در روز در کابل نبودیم، چه روزی بود روز؟ نامش چی میمانی؟ ما او روز از نظر خودم تلختر از هر روزی دیگر میدانم و نام میمانم. یعنی تلختر از هر روزی دیگر، یعنی به معنای ازی که از روزای تلخی را که در زندگیم تجربه داشتم از او کدام تلختر بود و بعد از این هم خدای ناخواسته که من تلخی های زیادی را در زندگی خدا او روزی نبیاره که اگر قرار باشه که اتفاق بیفته، شاید تلختر از او روزی نباشه که من از وزارت مالیه طرف خانه می آمدم و اون نگرانی و اون فریاد و فغان مردم را می دیدم و بسیار سخت و دشوار بود. و این 2 شبی که در خانه بودم و با 1000 تشویش و نگرانی بودم. نمیدانم که طالب بود یا هر کسی بود، موتر وزارت مالیه پیش ما بود، دریور نتونست که موتر ببره به خانه خودش، چون در مسیری را ناامنی بسیار زیاد بود. اونا موتر در پایین بلاک ما توقف دادن، اونجا ماندن. از شماره‌های مختلف برام زنگ می آمد که موتر تسلیم کن. یک تشویش و نگرانی کلان او بود. ولی به هر حالش روز دشواری بود، روز سختی بود. وقتی که میبینی همه چیز پیش چشمایت فرو میریزه و همه چیز نابود میشه و تمام امیدا صفر میشه، طبیعی است که بسیار تلخ است. 4 طرفه که میدیدیم جز یأس و ناامیدی، جز مردم سرگردان و بسیار سخت بود. موتر ما در آبندان بند ماند. 1-2 خانم محسن‌تر بودن، فکر میکنم در کدام اداره مامور بودن که فرار کرده بودن. یکیش به دیگهش میگفت که در خانه آرد نیست، سودا نیست و ما شما خو تجربه تلخی‌ها و جنگ داریم. من فکر میکنم که وضعیت ادامه پیدا میکنه، چطور میشه. یعنی 2 نفر به می شکل نگران سودای خانه بودن، نگران مواد غذایی که نیاز داشتن. مونسا جان، من میخوایم میره بدانم که
وقتی که در زمانه‌ای که ما بودیم، زمانه بگویمش دیگه، اما تو احساس میکنم 1000 سال از دوران میگذره، بیرون برآمدن بسیار سخت بود. با وجود از اینکه من خبرنگار بودم، ولی رفتن اعتراض کردن، خب جامعه ما مشکلات خود همیشه داشته، ولی این بر من غیر قابل تصور است که طالب حاکم است و زنی مثل شما و همسنگران شما به خیابان میرن اعتراض میکنن. میخوام در مورد خانواده گپ بزنم. دلنگرانی اونا چی بود؟ چرا اونا را قناعت میدادن که بریم بیرون گپ بزنین؟ علل خصوص کسانی که یک بار دیگه تجربه زندگی زیر پرچم طالبان را داشتن و از تمام خطرات و حواشی از او آگاه بودن. چطور راضی میکردین اونا را؟ خب طبیعی است که رفتن به مبارزه علیه طالب به معنای از این است که هیچ کسی مطمئن نیست که زنده برمیگرده یا بر نمیگرده. او چی جنگ نظامی بوده چی مبارزه مدنی بوده، چون طالب یک گروهی هست که جز کشتن چیزی دیگر را بلد نیست. با مو ترتیب ما هم که به جاده می رفتیم، روزایی که تظاهرات بود، بسیار امیدوار نبودیم که پس زنده بر بگردیم، چون هر باری که ما می رفتیم بیشتر از بیش طالب می شناختیم و از نزدیک می دیدیم که اینا چقدر تشنه به خون یک انسان هستند. بارها در جریان تظاهرات مثلا یکی چند سربازی، ببخشید سرباز گفتم، از افراد طالبا آمدن و مرمی تیر کردن به اسلحه‌شان، یعنی به منظور شلیک بالای دخترها، و باز یکی دو نفر دیگه ایشان آمدن نماندن. یعنی خود از این بیانگری از این است که چقدر اینا تشنه به کشتن و به ریزاندن خون انسان ها هستند. بنابراین سخت دشوار بود. خانواده ما هم در وسط راه بودن، مخالف مبارزه من نبودن، مخالف آنچه که من میخواستم و دنبالی از او میبرآمدم به مبارزه نبودن. یعنی اینطور نبوده که من پنهان از خانواده رفته باشم به میدان مبارزه. اما بحث عواطف و رابطه مادر دختری و رابطه پدر دختری که هست، اما رابطه اولاد و پدر و روابط عاطفی که هست، طبعا بسیار سخت بود برشان و سخت برشانی بود که مرا از دست بدن. یادم میآید در یک تظاهرات وقتی که من شعارا را گرفتم در دهلیز خانه برآمدم، مادرم از روز قبلیش که من آمادگی می گرفتم در گروپ ها پیام میگذاشتیم و صحبت میکردیم، مادرم به من میگفت که همین دفعه خیلی نرو بچیم، همین دفعه اگه میشه نرو، باز تا دوره بعدیش خدا کریم است که یک تغییر مثبت. یعنی منظورش بود امیدوار بود که کدام تغییر مثبت البته به طالب میایه و باز اینا دیگه اعتراض نمیکنن، شاید به برداشت خودش است. وقتی که برآمدم در دهلیز بوتای خود پوشیدم و داخل پاکتی امارایی که دکتر کمر مرا امارایی گرفته بود، داخل یک فایل یک پاکت انداخته بود، باز من امارایی کشیدم بیرون ماندم و مشاوره را داخل پاکت امارایی ماندم که چون در تاکسی میرم تا محل اگر متوجه شوند چک پوینت ها استاد بکنن نفهمن که شعارا است فلیپ چارت است. وقتی بوتای من میپوشیدم به مادرم گفتم که کلی خانه را اینجا ماندیم و چند روپا پول اونجا ماندیم. باز یک دفعه استاد شد، گفت که زیاد برات گفتم قبول نمیکنی که این دفعه نروی. باز گفتم نمیشه مادر. همطور روی من ماچ کرد، تو به رسم خداحافظی آخری تو من برداشت میکردم، روی من ماچ کرد، گفته که بچیم تو ایج از دلم خبر نداری و کاش که مادرت نمیشدم. این گپش بود. من فهمیدم که او در دل از او چی گپ است، او انتظار عزیز که از بیرون چی پیامی دریافت میکنه، یا مرا باز میبینه که زنده میایم، یا کدام تابوتی را میبینه، یا پشت دروازه کدام زندان سرگردان میشه. و همطور که استاد بودم من سرم پایین کردم، از رویم بوس کرد و
گفت که کاش که مادرت نمیشدم بچیم که اقدر مجازاتم نمی کردی. و حرف مادرم بود و حرف هر مادر بود که دخترایشان امروز تظاهرات می آمدن به جاده و او اشک تمام مادرای بود، اونایی که خبر داشتن که اولادایشان می آین به تظاهرات. ما حد زده میتونم که اونا عین احساس داشتن. درود به مادر بزرگوار شما مانسه جان. امیدوار هستم که اگر ما را میبینن همون تمنیات نیک ما را تقدیم میکنیم برشان. جای گپ آمد، ما میفهمم که تنها هستی و ما واقعا نمیخوایم کل برنامه را با آب دیده پیش ببریم، ولی همیشه میگم که قصه های ما قصه های سختی است که گریستن او به معنای ناتوانی نیست، به معنایی است که سختی یک جای دیگه اثر بالا میره. چی گفتنی به مادرت داری امروز؟ و ما میخوایم میره بگویم که حتما اگر صدای من میشنون که چه رقم دنیا ما و زنان دیگر به شما و زنان چون شما افتخار میکنن که نه تنها روایت کلیشه‌ای را در مورد زنان افغانستان تغییر دادین که دنیا را دوباره برش گوشزد کردین که نه هنوز ما اینجا هستیم و فرصت از این را ندارین که به زودی ها همه چیز را همونطور که خودتان تشریح کردین با آسانی تسلیم گروهی کنین که ما را هرگز به رسمیت نمیشناسن. چی صحبت و سخن با مادر بزرگوار دارین؟ مادر ما هم یک خانم خانه هست و یک آدمی همونطور انتظار و چشم برای یک تغییر مثبت در افغانستان. تماس میگیریم، صحبت میکنیم. تا زمانی که پاکستان بودم نگرانی داشتن. هر از گاهی که تماس میگرفتن میگفتن بچیم اونجا هم کدام امنیت و مسئولیت نداره. نمیشه که یک کمی وقفه بودی و تا ای که به یک جای درست‌تر برسیم. میگفتم که از نظر من امکان نداره مادر. مبارزه زاده یک شرایط دشوار است، یعنی یک چالشی هست که سبب میشه که تو انگیزه میگیری و علیه او چالش ایستادگی میکنی. مبارزه خود شرایطی که رفاه و آسایش آرامش باشه دیگه باز معنا نداره. بنابراین در افغانستان هم چالشی بود، اگر در پاکستان هم هست، در هر گوشه دیگری از دنیا که برام طبعا که چالش ها هست، ولی ما تعهد ما را باید از دست ندیم. حالا هر روزی که تماس میگیرن میگن که مادر نواسای خودم میگه که بچیم پارسال ویرا از درس ماند، از مکتب ماند، امسال ویدا از درس میمانه، نمیدانم سال دیگه نام میگیره که مسا از درس میمانه. چی گپ است؟ چی وقت یک تحولی میآید؟ چی وقت دروازهای مکاتب باز میشه؟ این وضعیت چی وقت تمام میشه؟ او فکر میکنه که خب طبعا چون ما در سطح مبارزات مدنی هستیم معلوماتی داریم که برش یک امید بودم که این خدا بزرگ است یا یک تحولی در راه هست یا این طور یک گپی صورت گرفته پرسان میکنن. و از بابت ای که من هیچ قاعده 4 سال توقف ندادم مبارزه را خوشحال است. این به عنوان یک زن خانه شاید درک یک حرکت مبارزاتی به تمام معنا برش دشوار باشه، ولی ای که من از کابل حرکت کردم و در پاکستان از پاکستان تا کانادا ای که وقفه نبوده، فراموش نکردیم و هر از گاهی مرا به رسانه ها به تلویزیون میبینه و چند روزی که نمیبینه باز زنگ میزنه پیام میده و یک روز برام گفتن که بچیم نشوه که باز توقف بدی. خب طبعا یعنی منظور می است که متوجه هست، همیشه میپرسه، همیشه امیدواری یک تحول مثبت در افغانستان است، انتظار داره که اولادایش از نزدیک ببینه و پس همون کانون گرم خانوادگی شکل بگیره. امیدوار است که نواسایش که از درس از مکتب مانده و جرم دختر بودن اونها به مکتب برون و دخترهایی که در فامیل از درس ماندن. همه ای از این امیدواری هایی است که مادرم از من همیشه میپرسه و صحبت میکنه. چه خوب. سوالای آخر، روزی که تصمیم بری شد
بنابر شرایط و مجبوریت ها که از افغانستان خارج شوین، کدام روز بود و احساستان در اون لحظات چی بود؟ این سوال بسیار سوال سخت است، برام شاید هم قدر کافی باشه. بسیار سخت بود فروزان جان. بعد از این رویدادی تراژدی که در افغانستان اتفاق افتاد، یکی روزی حضور طالبا روزی تلخی بود. بعد روزی بیرون شدن خودم از افغانستان، تظاهرات یک سالگی حضور طالب را سپری کردیم و پیش از یک سالگی حضور طالب رسانه ها برنامه‌های تهیه می‌کردند که من در طلوع نیوز حضوری رفتم و صحبت کردم و اونجا به بعضی سوالات پاسخ دادم که او سوالات سبب از این شد که وزارت دفاع طالبان حکم فیر مستقیم صادر بکنن علیه من. و بعد این تصمیم بسیار زود بر ما رسید و بسیار از مجراهای مطمئن بر ما رسید. امی بود که 10 بجه شب ما با اتفاق پدرم، مادرم، برادرم و یک تفلک خرد که از برادرم همراه ما بود کابل ترک کردیم و رفتیم به کمپنی و به موترهای کلان شیشتیم، رفتیم به قندار و از قندار رفتیم به هرات. 2 ما در هرات در خانه کاکایم پنهان بودم. تماس نه تماس خطی و نه هم تماس واتساپ یا اپلیکیشن هایی که استفاده میشه قطعا. و بعد از او یک نهاد حقوق بشری مسئولیت گرفت که بسیار مشکل مسئولیت گرفت که مرا انتقال بده از افغانستان به پاکستان. بعد مرا آوردن به کابل و بسیار عاجل به یک هتل انتقال دادن و از اونجا هم ساعتهای 2 بجه شب یک موتر آمد، گفتن که شما بدون پرسان بشینین و حرکت بکنین. آمدیم به مرز تورخم و در مرز تورخم هم که خب طبیعی شناسایی شدیم و چالش‌های خلق شد و بالاخره با ابتکار و مهارت همین نهادی که مسئولیت گرفته بود حل شد. مورسه در اون لحظاتی که میگذشتی از مرز تورخم، نه تنها به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان از افغانستان که انسان‌های زیادی مثل خودت در جنگ، در حملات گوناگون، در تغییرات سیاسی و بحران‌های مختلف سیاسی و تاریخی هم تجربه داشتی، هم شنیده بودی. چی همراهت بود؟ چی فکر کردی در مورد افغانستان، مردم افغانستان؟ خب طالبان هم دیگه یک بخش از مردم افغانستان را متاسفانه با خودشان دارن و ما همیشه را در افغانستان میگفتم که مبارزه زنان تنها با چهره تنها یک گروه مثل طالب نیست. متاسفانه تفکر از او در جای جای وجود دارد. و لحظاتی که میگذشتی از مرز و امور برآمدن شد دیگه، چه احساسات با شما بود؟ چی فکر میکردی در مورد خودت، در مورد خانه؟ بسیار سخت بود فروزان جان، اما از نسبت به همه چیز می سختیش اینمی بود که بسیار از وطن و از کشوری که با رگ بدن پیوند عاطفی داری امرایش و با کوه و دشت و بیابانش تو حس علایق و تعلق داری و از او کشور به او شکل رانده میشوی و توتاهایی از دلت در وطن میمانه. وقتی که بیرون میشوی بسیار تلخ است. احساس میکردم که خب من بیرون شدم، این همه زنایی که در اینجا هستن، این همه مردمی که در اینجا هستن و این 48,000 نیروی مسلح افغانستان که در یک جنگ نامشخص و تعیین نشده و جنگ با گروه تروریستی که
46 کشور تحت عنوان مبارزه با تروریسم در کشور آمده بود، پس او تروریست ها امروز حاکمای سرنوشت هستند. سرنوشت اطفالی از اینا چی میشه؟ سرنوشت فامیلای از اینا چی میشه؟ یأس و ناامیدی دختران جوانی که دروازه‌های دانشگاه برویشان بسته شد، یأس و ناامیدی دخترایی که از درس مکتب مانده بودن و با حسرت به طرف دروازه مکتب نگاه میکردن، و دخترایی که میرفتن به اداره مکتب مراجعه میکردن که شما ما را ناکام بکنین، 1 سال دیگه ما درس بخونیم در مکتب ما باشیم. و من احساس میکردم که همه از اینا از حرکت و مبارزات ما امیدایی داشتن، مبادا که ناامید شوند، مبادا که تو فکر شوه که ما سنگر را رها کردیم. همه این سوالات مرا درد میداد، شکنجه میشدم. و طبیعی است که از کابل تا اسلام آباد هیچ اشکم توقف نکرد، هیچ. حتی 2-3 بار دریوری که سر جلوی موتر بود تا آینه سعی کرد و طرف ما گفت که همشیره خداوند همه روزا را میبره، اما بسیار گریه کردی، توقف میتون موتر در یک جایی، یک بوتل آبی، یک انرژی، یک چیزی بگیر. متاسف هستم مانسا جان، گفتم واقعا هیچ چیز نمیشه. یک کلمات ترکیبی کوتاهی است که من دوست دارم از تمام مهمانان خود همیشه بپرسم و بسیار کوتاه نخستین چیزی را که در ذهن شما در موردشان میایه دوست دارم از شما بشنوم. همیشه ایره میگم مهمترینش زنان افغانستان. پرچمدار آزادی. حق آموزش دختران. یک حق غیر قابل انکار و یک حق انسانی و یک حق بشری. مردم افغانستان که ناشی از ترس سکوت کردن، نه رضایت. جنگ عامل تباهی و بدبختی در جهان و مشخصا در افغانستان. موسیقی همون قسمی که گفتن غذای روح هست، من هم به می باور هستم. موسیقی هنری که لبخند را بر لبان میاره، صلح را فریاد میزنه و خوشی ها را به خانه های مردم و هر فرد و هر انسان دعوت میکنه و ما با زبان موسیقی خوبتر میتونیم که برای صلح، برای ثبات، برای امنیت و آرامش دادخواهی بکنیم و صدا بلند بکنیم. زیبا. افغانستان افغانستان زادگاه ما، افغانستان سرپناه ما، افغانستان غرور و وقار ما. تشکر مانسا جان. من بسیار معذرت میخوایم که من نمیفهمم امی تصمیم شروع کردن این مصاحبه و این صحبت ها به من به قدری سخت بود. هنوزم نمیفهم که کار درست میکنم که با هم گپ میزنیم یا نه، ولی 4 سال گذشته فکر میکنم کم کم باید این درداره مشترکاً در موردش صحبت بکنیم و مطمئن هستم کسانی که شما را میبینن و صدای شما را میشنون و وحدانیت مبارزه شما و همه زنان و مردان افغانستان، همونطور که شما گفتین که امروز نه آزادی بیان دارن، نه آزادی زندگی، نه حق نفس کشیدن، به این پی بردن و امیدوار هستم که یک روز بتانیم دوباره به خانه مشترک ما برگردیم. تشکر بسیار زیاد مانسا جان. تشکر.
تشکر، ممنون شما. سلامت باشین.